أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير أيامكم يوم الجمعة فاكثروا علي من الصلاة فيه، أو كما قال صدق النبی الکریم صلی الله علیه و سلم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه آداب اسلامی خوش آمدید میگویم. یکی دیگر از برنامه هایی که ارتباط میگیره به آداب اسلامی، آداب روز جمعه هست. روز جمعه سید الایام، روزی که الله سبحانه و تعالی در آن روز فضائل عظیمی را گذاشته. در قرآن سوره به نام سوره جمعه آیاتی داریم که اشاره میکنه پیرامون جمعه، پیرامون نماز جمعه، پیرامون یوم جمعه. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله. روز جمعه روزی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند در این روز ساعت نهفته هست که دعا قبول میشه، لحظه اجابت دعاست. روز جمعه روز اجتماع مسلمین هست که از چندین مسجد همه در یک مسجد جمع میشن تا در آنجا سخن از سخنان قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم از زبان علما که وارثین انبیا هستند بشنوند. روز جمعه روزی است که حتی در وقت نماز جمعه، وقتی که خطبه هست، وقت اقامه نماز هست، میبینیم که حتی بیع و شراء اجازه نیست که در آن لحظه انسان بیع و شراء داشته باشد. بیع و شراء را باید ترک بکنه. روز جمعه روزی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند این روز بهترین روز از روزهای هفته هست. بهترین روز جمعه گفته شده و می‌فرمایند که در این روز برای من بیشتر درود بخوانید. در روایت دیگر می آورد که این درود شما با من پیش کرده می شود. به هر حال فضائل روز جمعه، برکات روز جمعه زیاد هست. هدف ما بیان کردن فضائل و برکات روز جمعه نیست، هدف آداب روز جمعه هست.
در این روز آداب نهفته هست که یک مسلمان این آداب را باید رعایت کرد. اولین ادب از آداب روز جمعه غسل کردن در روز جمعه هست. غسل روز جمعه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند، حتی در روایات می آورد که روایت بخاری که غسل الجمعه واجب علی کل محتلم. بعضی از فقها واجب می دانند، بعضی از فقها سنت می دانند. به هر حال اگر انسانی که بدنش بوی عرق گرفته بود یا بدنش ملوث شده بود به شیئی که سبب اذیت نمازگزاران میشد، واجب هست که این انسان غسل بکنه، بدن خود را از او پاک بگردانه. اگر بدنش پاک بود، برای این انسان سنت هست و مستحب هست و این یکی از آداب روز جمعه غسل کردن هست. دوم، نظافت بدن را وقتی گفتیم، نظافت لباس. روز جمعه اگر کسی داره لباس جدید میپوشه، اگر کسی نداره لباسی میپوشه که لباسش پاک باشه، در او لباس نجاستی و بالآخره شی دیگری که مانع نماز بشه یا مانع اذیت نمازگزاران بشه اگر در او نبود اشکالی نداره، فقط لباس پاک باشه. اگر لباس جدید بود بهترتر. از جمله آدابی که در روز جمعه باید رعایت بشه اینه که وقتی نظافت بدن رو گفتیم، نظافت لباس رو گفتیم، باید همان موی بدنی که در وجود هست دور بشه. مثل ناخونها، وقتی ناخون بلند میشه انسان باید رعایت بکنه. این سنت ها و این آداب است که در روز جمعه بیان شده. و همچنین از جمله آداب روز جمعه خوشبویی هست. وقتی کسی طرف نماز جمعه میره، بدنش پاک، لباسش پاک، دست و وجودش پاک، عطر استفاده بکنه. باز هم اشاره می کنیم که این عطر خاص برای مردان هست، نه برای زنها، چون شریعت مقدس اسلام برای زن اجازه نمیده که عطر بزنه و از خانه بیرون بشه. از جمله آداب روز جمعه مسواک زدن هست، مسواک استفاده کرد. و یا در شرایط امروزی همان برس دندان و کریم که با برس دندان هست اشکالی نداره، ولی فضائل و فوائدی که در مسواک چوبی امروز به این نتیجه رسیدن که در چقدر امراض او شفا هست، از او استفاده شه بهتر هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک. اگر بر امت من مشقت نمیشد به اونها دستور میدادم که همیشه مسواک بزنن. پس از جمله آداب روز جمعه اینه که انسان باید دهنش مسواک زده بشه که خدای نخواسته از بویی که از دهان بیرون بشه بویی نباشه که نمازی که در مسجد و او پلوفیلش طرف راست و چپش قرار داره شخص مورد آزار و اذیت قرار بگیره. از جمله آداب روز جمعه وقت رفتن به مسجد هست. آداب روز جمعه هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که در اولین ساعت روز جمعه وارد مسجد بشه مثل اینه که در راه الله سبحانه و تعالی یک شتر را ذبح کرده. کسی که در ساعت دوم میره مثل اینه که گوی را ذبح کرده باشه. کسی که در ساعت سوم و در این راستا مرغ و تا قضیه تخم مرغ بیان شده که این نشان دهنده همان آداب وقت رفتن در روز جمعه هست. از جمله آداب روز جمعه تلاوت و قرائت سوره کهف هست.
که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند من قرأ سوره الكهف فی یوم الجمعه اضاء له من نور ما بین الجمعتین، کسی که سوره کهف را قرائت کنه روز جمعه، الله سبحانه و تعالی در چهره اش نوری ایجاد میکنه که از این جمعه تا جمعه بعد این نور هست. از جمله آداب روز جمعه زیاد دعا کردن هست، چون گفتیم که روز جمعه ساعت داره برای اجابت دعا. بعضی از علما بیان میکنن که این ساعت اجابت بین خطبتین، وقت امام به منبر بالا میشه که خطبه بخوانه، وقت اجابت دعا. بعضی اشاره میکنن که بین خطبتین وقت امام مینشینه، وقت اجابت دعا. در بعضی روایات، خصوصا روایت ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها، بیان میکنن که غریب غروب آفتاب روز جمعه بعد العصر، بعد از عصر، قریب غروب آفتاب، در آن لحظه وقت اجابت دعا هست. پس به هر حال روز جمعه ساعتی که مشخص نشده که کدام ساعت وقت اجابت دعا هست، به اینه که از ابتدای روز تا انتهای روز تو در دعا باشی، در تضرع باشی و به یاد الله سبحانه و تعالی باشید. متاسفانه که امروز رواج بدی که بین مسلمان ها شده، روز جمعه اختصاص میدن به تفریح و رفتن به کارهای لهو و لعب و در اینها. حتی بعضی انسان ها نماز جمعه را ترک میکنن، میروند به تفریح در گوشه و کنار و اینها. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند هر انسانی که بدون عذر 3 جمعه نماز جمعه را ترک بکنه، اسمش به لیست منافقین نوشته میشه. خیلی مهمه. بدون عذر کسی نماز جمعه را ترک بکنه. نماز جمعه در قرآن اشاره شده اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. نماز جمعه خود را بخوان، بعد از نماز جمعه تفریح برو، و او هم تفریح اسلامی، تفریح شرعی، یا قبل از نماز جمعه وقتی میری خود را به نماز جمعه برسان. روز جمعه روز دعا هست، روز نیایش هست، روزی است که انسان بتانه او لحظه اجابت دعا را پیدا بکنه. همچنین از جمله آداب روز جمعه کثرت درود به نبی کریم صلی الله علیه و سلم. کسی میتونه در روز جمعه به نبی کریم صلی الله علیه و سلم، شب جمعه، روز جمعه زیاد درود بخوانه. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان خیر ایامکم یوم الجمعه فاکثروا علی من الصلاة فیه. در این روز برای من درود زیاد بفرستید. از جمله آداب روز جمعه هست. حدیث دیگر از رسول صلی الله علیه و سلم که میفرمایند من صلى علی واحدا صلی الله علیه 10. سبحان الله. کسی یک درود به رسول الله بفرسته، الله سبحانه و تعالی 10 درود برایش میفرسته. و از جمله آداب روز جمعه اینه که انسان وقتی مسجد داخل شد باید خطبه را کامل گوش کنه، در وقت خطبه حرف نزنه. حتی در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی برای پهلوفیل خود گفت که سکوت کن، یعنی او را متوجه ساخت که سکوت بکنه، این شخص حتی این لغو کرده. وقت خطبه، استماع خطبه روز جمعه کامل باید انسانها سکوت باشن، باید انسانها مستمع باشن، باید گوش کنن به خطبه خطیب. از جمله آداب روز جمعه اینه که در لحظه‌ای که صدای الله اکبر بلند میشه، اذان جمعه، دکان را ببند، دفتر را ببند، وظیفه و شغلی که داری همه را متوجه بساز. مشتری میایه به دروازه دکان تو، بگو برایش که این لحظه است که بیع و شرا درست نیست. الله میگه و ذروا البیع اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا، تلاش بکن، فاسعوا الى ذکر الله، سوی ذکر الله سبحانه و تعالی، به سوی نماز،
نماز جمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر بدانید این خیلی برای شما بهتر هست. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، وقتی نماز جمعه را خواندید فانتشروا فی الارض، بروید دکان خود را باز کنید، دفتر خود را باز کنید، وظیفه و شغلی که دارید بالاخره پس بروید سر وظیفه خود، سر شغل خود در این راستا. پس از جمله آداب روز جمعه اینه که وقتی صدای اذان جمعه بلند شد، وقتی نداه کرده شدید از طرف پروردگار عالم، ترک بکن بیع و شرا را، خرید و فروش را، دکان خود را بسته بکن. به اینه که الله سبحانه و تعالی در ادامه آیه چی زیبا میفرمایه؟ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد از ادای نماز جمعه حالا دیگه بروید دنبال هر وظیفه‌ای که دارید، آن وظیفه شما مشروع باشه دیگه. وابتغوا من فضل الله، طلب کنید فضل الله را. یعنی بعد از نماز جمعه وقتی روان میشوید به فکر این نباشید که فقط دنیا را به دست بیاورم، نه، باز هم از آداب دیگر الله برای ما درس میده که فضل الله را طلب بکن. اگر دنبال علمی از الله فضلش را طلب بکن، دنبال دنیایی از الله فضلش را طلب بکن. این بود عزیزان و بزرگواران آداب روز جمعه. روز جمعه هر هفته تکرار میشه، هر ماه چند روز جمعه داره، هر سال چندین روز جمعه داره. آیا تا به حال شده لحظه فکر کرده باشیم که در این روز دعای ما اجابت میشه؟ آیا در این روز به این فکر افتاده ایم که ساعت نهفته هست که هر آنچه که از الله بخواهیم الله برای ما عطا میکنه؟ همه من و تو ای مسلمان، ای خواهر مسلمان، میگیم رمضان بیایه که ماه اجابت دعاست، شب قدر بیایه که شب اجابت دعاست. چرا روز جمعه را از دست میدهیم؟ چرا نسبت به روز جمعه همه ما یک نوع غفلت برای ما آمده که قدر این روز را نمیدانیم؟ به هر حال قدر عمر خود را، قدر هر روز و هر ساعت و هر ثانیه خود را، خصوصا قدر بعضی از فرصتهای طلایی که الله بر ما داده مثل روز جمعه سید الایام. در روز جمعه وقتی شما درود بخوانید، رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این درود شما به وسیله ملائکه برای من میرسه. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، میدانید وقتی که درود به رسول صلی الله علیه و سلم تو بخوانید، ملک این درود را گرفته، این صلوات را گرفته، این سلام را گرفته، میبره به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، میگه فلان ابن فلان این درود را برای شما فرستاد. الله اکبر. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله بر ما توفیق بده که همیشه درود به نبی کریم صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، خصوصا در شب جمعه و روز جمعه مبارک. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا.
فكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيام أحلى.